بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی های انصاری، سلامتی؟ سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عبدالله هستم از آذربایجان. قبلا شیعه بودم، الان اهل سنت شدم. الله اکبر. آقا خیلی عبدالله، وقت اهل سنت شد. الله اکبر، الله اکبر. بفرمایید آقا عبدالله. آقا انصاری، اینا که خودشونو پشت این امامان قائم میکنن، اینا اصلا این اماما کلا اهل سنت هستن دیگه. اینا به درو خودشونو پیرو اینا معرفی میکنن. خواستم بگم به این برادر شیعه‌ای که از نیشاپور زنگ زده بود، بله. این اماما کلا اهل سنت هستن و هیچ اصلا با اینا فرسنگ ها فاصله دارن. کاملا درست میفرمایید. کاملا درست میفرمایید. بعد از این همه وقت دادی به این محمد یزدی، این اصلا یه آدم اصلا سوادی هم نداشت که مثلا همش تقیه میکرد. درست. آقا عبدالله عزیز، چطور شد که شما این مذهب خرافی رو ترک کردید؟ میتونید در مورد داستان هدایتتون بگید؟ والله آیا انصاری، اصلا این مذهب شیعه یعنی راهی نداره که انسان خودش به خدا نزدیک کنه. مثلا حالا آدم، خدا میگه مثلا نماز انسان را از، در قرآن کریم فرموده نماز انسان را از کارهای زشت و ناپسند دور باز میداره. ولی در مذهب شیعه، معذرت میخوام، یکی از بچه ها رفته بودن از آخوند پرسیده بودن شماره یه زن صیغه‌ای را، یعنی 10 زن صیغه‌ای را بهش داده بود. گفته بود بهش الان در تهران شهرهای بزرگ اینا، کرج، تبریز، همه جا اول 2 رکعت نماز واسه ظهور آقا بخوان، بعد برو کارتو بکن. بدون اینکه حالا اینا فاجعه خیلی عمیقه. الان شما تو همون آبروی اینا رو بخوای ببری، مثلا حالا شما سعی صدر دارید مثل قزوینی نیستید، اگه اینترنت همینجوری اسم صیغه مثلا بنویسی آقا تهران، کرج، تبریز، ارومیه، شهرهای کوچک، آقا میاد. همه اصلا الان دانشجوهای دکتری که میرن از آقا محمد این فرصت، محمد یزدی، شما دوست داری خواهر و مادر تو صیغه کنه؟ این در مذهبت عبادته. آیا انصاری؟ الو. بله میدونم. این در مذهب اینا زنا با مدرک، یعنی زنای با مدرک، یعنی مدرک هم ندارن الان اینا. الکی میگن مدرک. خودش زنه میگه، میرن پیش زنه، خودش صیغه رو میکنه، آقا مدت رو نمیدونم، مبلغ، تموم، فارسی بخون. درست. الکی میگن عده نگه میداریم. الان دخترها میرن شهرهای دیگه به عنوان دانشجوان صیغه شون میکنن. من اصلا مستند صحبت میکنم. یا همون آقای شریفی، برو خیابان تو مشهد، خیابان ابوطالب، ببین اونجا مؤسسه ورنگی القدیر، اصلا بچه ها تو نوبت وایسادن واسه 1 ساعت صیغه، چند دقیقه، 5 دقیقه. الله المستعان. آیا دوست داری آیا قزوینی؟ یکی کلیپ درست کرده بودم واسه آیا قزوینی، یکی از بینندگان سوال کرد شما صیغه دارید؟ ناراحت شد، گفت مگه فضولی؟ آقا شما دوست داری دختر رو صیغه کنن؟ ولی در مذهب اهل سنت آقا مثلا میگه آقا ازدواج کن. آره، از همه کسی میپرسه بابا این آدم خوبیه، ولی در صیغه آقا معتاد بره صیغه کنه، این خیالش نیست. درست. آقا عبدالله برادر بزرگوار، آیا دوست دارید که به زبان شیرین آذری پیامی برای همشهریان آذری زبانمون بدید؟ به روی چشم. بفهم. بابا من ندیم size. ندیم buraya Ensari. Bale. Baba indi bir bakıyorum kim icazə verir öz namusuna payallar 1 saatlıq o bu mesela zina eləyə biləsinin adın qoyulası. Bu məsəbdir siz bil Allah'ınız. Məsəbdir bu. Allah Kur'an'da diyor olan ya benden sonra hiç səsləməyin. Ya Ali ya Belfaz. Hazret Ali öz önündə mənim qonşum olsaydı mənim səsimi eşitməzdi. İndi öləndən sonra olub Allah. Hər gecə səsliyiz biləsin. Əbəlfəz olub Allah. Əbəlfəz eləyə bilmədi. Əbəlfəz eləyə bilmədi öz xanavadəsini nəcət verir. İndi öləndən sonra olub Allah. Baba 1000 dənə sözlər var. Ayan sarı, hezaran harf var. Hezaran harf var. Baba vallah billah Hazreti Ali hemen namazı را که میخوان معاویه میخوان. اصلا اینا اختلافات عقیدتی نداشتن که اینا اختلافات سیاسی را کردن عقیدتی. درست.
تشکر از شما آقا عبدالله اختلافات بزرگوار. سیاسی الله سبحانه و تعالی به شما سعادت دارین و ثبات و پایداری در این راه نصیب بکنه. آقای انصاری جان الو، بفرمایید. آقا اینا در ماه محرم شبیه بازی میکنن. آقا بیا این ببین کی نقش ابوالفضل رو بازی کرده. عرق فروش محله تریاک میفروشه، بچه هم الگو برداری کنن از آقا امام حسینشون عرق فروشه. الله المستعان. امام حسین ابوالفضل تریاک میفروشه. الله المستعان. الله المستعان. تشکر از شما آقا عبدالله. خیلی قربان شما. الله مطالب ستون کنه. میخواستم همین آقای محمد از یزد، آقای انصاری محمد از یزد در مورد صیغه بگه. آقای دوست داره خواهر مادرش صیغه بشه؟ اگه دوست داره این صیغه واقعا چیز خوبیه، خودش هم دوست داره عبادت در بین اینها. بعدش هم برادر حسینی است که از مشهد خیلی دوستش دارم که هدایت شده بود، زنگ زده بود شبکه توحید. بعد یه سوال دارم از کرده های شیعه ایلام و کرمانشاه که ابو عبدالله امامشان ایران جن نامیده، جواب بدم واسه این. قربان شما های انصاری. تشکر از شما. تشکر از شما آقا عبدالله. الله مطالب ستون کنه. قربان شما های انصاری. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.